ترمینال مسافربرهای سمت دوشنبه خاروغ. روز ده‌ها ماشین از اینجا بار میبرند و مسافر میکشند. راننده ها بعضاً بین خود این راه را چول یا راه توکل میگویند. مسافر خونه‌اش رفتن در کار توکل بر خدا میگه میشینه میره. در پیش موسم دشوار حرکت برای مسافران است و تشویش راننده ها نیز کم نیست. چخیر رای کوهستان چخیر ویرانه. نصف راه ساز کردگی اوبول نصف دیگرش ویرانه. برف و باران سر می‌شود، ترمه و چی سر می‌شود. تا مرکز ولایت بدخشان بیش از 500 کیلومتر راه است. تا دهه یاگت ناحیه درواز راه منفرش و هموار است. منطقه شوراباد یک قسمت بدی شاهراه بود. آن را تابستان امسال منفرش کردند. راهسازان برای هموار خوب نشان دادن راه به استقبال رئیس جمهور تاجیکستان آن را به این شیوه پاکیزه کردند. راه‌ها همه منفرش گردیدگی، جای ایستگاه‌ها همه جوابگو، آشخانه‌ها همه به سمت همون درجه‌های عالی‌ترینش ساخته شدگی، همه جوابگوی حاضر زمانه. اما سفر تا قلعه خم می رود. بقیه راه چنین حاضر زمان نیست. راننده هایی که تا خاروغ می روند بقیه راه را ترسناک تصویر می کنند. از درواز تا خاروغ اگر بهتر گذرد میشکنه، اگر فیل رود پاشم میشکنه. این ماشینای بیچاره‌ای که ما قطعی بار میریم، قطعی پاساژیرا میریم، این اوبال همین ماشینا. راننده ها میگویند که شکایت آنها به مقامات محلی برای ترمیم راه نتیجه نداده است. کلمه چو این اگر پیاده هم گذاریم میگوید اگه چی پات اگه چخوری در میزنیم. چند بار گفتگی بوده همان رئیس ها با رئیس نوعه چی در گفتگی بوده در روز که اکا همین یک دو جا برای اکا مکک میگوید این راه تند بریدگی ما با مبلغ جلو نمیکنن، ما این یکان کار کرده نمیکنن. حالا بر زمین ویرانی راه دیگر چیز است که مردم را نگران کرده است. شاهراه از نزدیکی مرز تاجیکستان و افغانستان می‌گذرد. فقط دریای پنج دو کشور را جدا می‌سازد. فاصله بین دو ساحل نزدیک هم می‌شود. چند سال است که در آن طرف راهی ماشینگرد می‌سازند و کوه‌ها را می‌ترکانند. راه را ساز می‌کنند، می‌ترکانند، سنگو می‌پرند این طرف، سنگوی تیز بالون می‌زنند. راننده ها شکایت میکنند که راهسازان افغان هر وقتی که خواستند قطعه های راه را میترکانند و سنگریزه ها بر سر مسافران و رانندگان میریزد. اونجا یگان چی نیست که ترا خبر کنن بگذرانند، ماشین بگذرد بعد ترکانند، این خیلی نیست. به گفته مولا حسین مسافران نیز هنگامی گذشتن از این قطعه های راه آرام نیستند. پاساژیرها میترسند خواهد بترکانند، پاساژیر تلخکف نمیشه. اما پاساژیرها خیلی قطعی زن کودک تلخکف میشن، میترسن. او سنگ میپرد میتونه در ماشین زدن. رانندگان و مسافران از دولت تاجیکستان میخواهند برای سفر امنی آنها در شهرهای دوشنبه خاروغ چاره بیندیشد. از مقامات افغان بخواهند که جدول ترکش ها را ترتیب دهند تا خطر به جان مردم تهدید نکند.